سلام دوستا، خسته نباشین. امیدوارم که حال دلتان خوش باشه. امشب که من نظر داریم از کربلایی حسن سوال کنیم چه مناسبتی امشب کربلایی؟ با مناسبت شهادت فاطمه زهرا یک عزاداری گرفتیم امشب یک شب در مسجد امام حسن العسکری خیابان شهریور. خب چند نفر چی داریم؟ برای چند نفر غذا درست کردیم؟ در حدود 400 نفر 450 نفری ما غذا درست کردیم. خیلی عالی، موفق باشید، خدا قبول کنه. اینم که دیگ آماده. حال چطور؟ خوبی؟ خوش سلامت؟ خوبی؟ چطور کارا پیش میره؟ خوب؟ با خوبی و با خوشی پیش میره. خب اینم دوستایی که اینجا در آماده دیگمون هم دیگ آماده. خب این خوریش دا عالیه عالیه. بر محمد آل محمد صلوات. میلاد آشپزی را ساعت چند شروع کردی؟ ساعت فکر میکنم 3 بود. ساعت 3 شروع. کمک آشپز کی بوده؟ کمک آشپز 3 تا 4 تا پیرمرد بود، نان خودم خراب کرد. بعد دیگه می آقایون دست در نکنه، واقعا زحمت کشته. خواهش میکنم، خدا اجر بده. خب آماده دیگه ها؟ خیلی خوب. ماشاءالله علیک، ماشاءالله. خورش کی می‌ریزن؟ یک آدم خیلی استا. بارک الله، بارک الله. اینم پسر آقا میلاد که امروز آشپزی کمک کرده ها. کمک کرده امروز آشپزی؟ ماشاءالله. دست میدی؟ بارک الله. اسمش چیه؟ ماشاءالله. خب دوستا دیگه همینطوری آماده میشن که غذاها رو جا کنن. سواشیر خسته نباشی، حالت خوش سلامتی، دست در نکنه، آمدی کمک. یک کمی تاریک است، ویدیو کم تاریک میاد دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ماده الان روغن شکده؟ روغن ریخته توش؟ آها. نیروی جدید هم که آمد. خسته نباش کربلایی، حالت خواه خوش سلامتی. کربلایی باخیر چطوره؟ حالت خواه خوش سلامتی. قربان زنده باش. بیاد تا روز پا برادر. 20 کیلو 5 تا. بستنی آواز تو باشه دا. او دوستان اینجا سیکن ایام فاطمه زهرا مجاقای امیری دوستای میگه اشپز دیگه
سلام آقای محمدی، خسته نباشید. سلامت. نوش جان، ما آشپزخانه بودیم. ما آشپزخانه بود. باشه چشم. خسته نباشید. حالت خوب، سلامتی. زنده شکلای خوبی. چیزی کم کسب ندارین؟ نوش جان، کم پیدایی؟ خسته نباشید. خسته نباشید. خوب سلامتی. توی حالت خوب سلامتی. خوش سلامتی جان جوره. چون خوشمزه شده؟ خب زنده باشی. آقای محمدی میخواستیم بیاییم، ما رو بردن آشپزخانه به خدا. حالا سری بعدی انشالله. آقای محمد جمعی امیری است کار نه تو خدا قبول کنه. ما که هنوز چای نخوردیم. نه خوب چای میده با خدا. خب عالیه، دستش درد نکنه. اما تو چای خوب میدی؟ خیلی خب. بعد از این آبدارچی همینه دیگه. نه آدم خوب مثلا خوب چای میده. خیلی آدم دل رحم هم هست. او یکی دیگه به درد نمیخوره. او دیگه ندیدین. يا اخي هو ناخذ لا